خب سلام به دوستای گلم. امروز اومدم با یه ویدیو در مورد موومنت های ایپکس خدمتتون. این ویدیو در واقع میتونم بگم چهارمی یا پنجمی ویدیویی که دارم میگیرم. به انواع مختلف ممکن سرویس شدم و برای اینکه بتونم یه ویدیوی خیلی کوتاه و مختصر در مورد موومنت های ایپکس بهتون بدم و اگر خوشت اومد ادامه بدیم، خیلی تلاش کردم که خلاصش کنم. خب بریم سراغ اصل مطلب خیلی زود. موومنت های ایپکس از 3 بخش اصلی تشکیل شدن. اول قبل اینکه من این 3 بخش عملی رو بهتون توضیح بدم، یه دونه بخش موس اند کیبورد توی این قسمت. این دوتا دکمه رو حتما ست کنید. اسکرول به سمت جلو و پایین، جامپ پایین، جلو رفتن جلو. خب بهتون میگم به چه دردی میخوره. اسکرول به سمت جلو که تپ استریفه، خیلی اسمشو شنیدین، تغییر جهت آنی توی آسمون. اما نقطه‌ای که داره تپ استریف و خیلی از پلیر هامون نمیگن، متاسفانه من یه رفیقم پیدا کردم، نمیدونم کیه، مثل رندوم اومده توی فایرینگ رنجم. به هر حال نقطه‌ای که خیلی از پلیر ها نمیگن برای تپ استریف کردن در واقع اینه که شما برای تپ استریف کردن نیازی به نگه داشتن جهات ندارید دوستان. اگر میخواید تپ استریفتون خیلی زیاد باشه، مثلا 360 درجه، مثلا روی پد اوکتینید میخواین 360 درجه بچرخید، آره جهت رو نگه دارید، چون جهت کمک میکنه که 360 درجه خیلی راحت تر بزنید. اگر جهات رو نگه ندارید 360 درجه واسهتون خیلی سخت میشه، میبینید سرعت کمتری توی 360 درجه پیدا میکنید. اما نه، اگر میخواید یه در واقع تغییر جهت کوچیک بدید، واسه والبونس زدن که واسهتون توضیح میدم، واسه جا خالی دادن به تیرای انمی، نگه داشتن هیچ کدوم از جهات نیاز نیست، فقط چرخوندن موستون کافیه. یه دونه اسکرول به سمت جلو و یه دونه هم جهت دادن با موستون. دقیقا میشه این، مثلا من میخوام برم سمت چپ، دیگه جهت چپ رو نگه نمیدارم، همین نگاه هم به سمت چپ باعث میشه که من نگاه هم به سمت چپ باعث میشه که من بتونم خیلی راحت چرخش به چپ داشته باشم با اسکرول به سمت جلو کردم. خب یه از تپ استریف، نکته تپ استریف. دومین موومنت بیسیک بازی اسلاید هستش. اسلاید همون سر خوردن که هممون باهاش آشنایی داریم، در حال دویدن. شیفت یا دکمه نشستن رو نگه میدارید که اسلاید بزنه. خب چه نکته‌ای در مورد این موومنت هست؟ اینو در دقت داشته باشید که اگر پیاپی اسلاید بزنید، یعنی یک تایمینگ اشتباه اسلاید بزنید، نذارید کاراکترتون سرعت جذب کنه، باعث میشه سرعتتون بیاد پایین و به اصطلاح دد اسلاید بزنید. دد اسلاید زدن هم خیلی چیز رو مخیه، قراره در آینده که موومنت رو بهتر یاد بگیرید ببینید. ذاتاً برای اینکه این دد اسلاید رو نزنیم چیکار کنیم؟ بهترین روش برای کسایی که تازه کارن اینه که اسلاید مستقیم نزنید. یه ذره پیدا کردن تایمینگ اسلاید مستقیم سخته. اسلاید جهت دار بزنید، مثلا W و D، W و A. ببینید مستقیم راه نرید. مثلا من میخوام برم اون پوینت، این پوینت 27 متری و میخوام اسلاید بزنم توی راه، این حالت برید. اگر دقت کنید توی این حالت یک ذره، تقریبا 1 ثانیه طول میکشه که کاراکترتون سرعتشون از 0 بیشتر بشه، انگار شروع کنه به دویدن. اون اولش آرومه، یهو سرعت دویدنش زیاد میشه. این لحظه ای که سرعت شما بیشتر میشه دقیقاً اون لحظه ای که شما میتونید اسلاید بزنید بدون دد اسلاید زدن. خیلی ساده. WA WD. خب اینم نکته در مورد اسلاید بهتون یاد دادم. در مورد تپ استریف بهتون یاد دادم. یکیش هم جامپه، فیتیگ جامپ یا پرشای کوتاه، اسمشو زیاد کاری نداریم باش. جامپ در واقع 3 مدله توی بازی ایپکس لژندز. جامپ معمولی که در آینده متوجه میشید به چه دردایی میخوره. جامپ معمولی، فیتیگ جامپ یا جامپ های کوتاه که بعد از جامپ بلند این جامپ های کوتاه شروع میشن. برای 2 نوع بانی هاپ خیلی مفیدن این جامپ های کوتاه، باعث میشن سرعتتون کمتر نشه و بتونید بانی هاپ برید. بانی هاپ سرپا، بانی هاپ نشسته، زیادم فرقی با هم دیگه ندارن، نشسته و حالت چیز رفتن. خب
این فیتیک جامپ بود که به درد بانیاب میخوره، جامپ معمولی، و کایوتی جامپ که در آینده باز هم بهتون توضیح میدم به چه دردی میخوره. توی ایپکس لژند این قابلیتی هست، باگی هست که شما وقتی از این اجه میافتید 1/100 ثانیه فرصت دارید که جامپ بزنید روی آسمون. دیدید دقیقاً اینجوری، خیلی ساده. اینم کایوتی جامپه. بازم بهتون میگم به چه دردی قراره بخوره. اینا رو فعلا حالا یاد گرفته باشید، بدونید هستن توی بازی. همون لحظه‌ای که میافتم جامپ میزنم اگر دقت کنید. خب حالا شما 3 نوع جامپ رو هم یاد گرفتید. این مدل بانی جامپی که من میرم تپ استریف بانی جامپ سرپاست، زدنش خیلی راحته. به نوع زدن دکمه‌های من نگاه کنید، یاد میگیرید خیلی سریع. در واقع W رو ول میکنم توی آسمون، جهت موس رو تغییر میدم، باعث میشه سرعتم کمتر نشه و بانی جامپ برم پیاپی. به چه دردی میخوره؟ میتونه ایم انمیتون رو به هم بزنه. انمیتون انتظار داره وقتی جامپ میزنید مستقیم برید دیگه، نه اینکه تغییر جهت بدید به یه جهتی. حالا خب این بود بیسیک های ایپکس لژند. خیلی سریع خواستم بهتون توضیح بدم، حوصلتون سر نره. اسلاید زدن، جامپ زدن و تپ استریف کردن. بقیه یه موومنت هایی که قراره بهتون یاد بدم همشون بر پایه اینن، به غیر از موومنت های زیپ لاین که باز هم موومنت های زیپ لاین پریش کردن یه تاثیرات کوچیک خواهد داشت. اسلاید زدن شاید به در نخوره توی زیپ لاین، شاید تپ استریف کردن شاید به در نخوره توی زیپ لاین که بازم قراره به دردتون بخوره. یعنی فقط اون اسلاید زدن توی زیپ لاین نیست، هم تپ استریف قراره به دردتون بخوره، هم انواع مختلف جامپ. خب به هر حال اگر این ویدیو رو دوست داشتید، اگر توضیحات بیشتری بخواید، میتونید توی کامنت ها به هم بگید. سابسکرایب یادتون نره. ویدیوهای بیشتری در انتظار هست. در واقع قرار ویدیوهای بیشتری از آموزش بازی های مختلف بذارم اگر دوست داشته باشید. خیلی دوستتون دارم، حتما مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار.